توی محوطه روبروی بوقه شیخ صفی‌الدین اردبیلی نشستیم، داریم حلوای سیاه میخوریم. نگاه کنید، دارید میبینیدش؟ من نمیدونم. و مال حاج ممی هم هست. حالا نمیدونم دیدین یا نه. خیلی حلوای لذیذیه. خب توش همه گیاهای مختلفو داره و فقط یه مسئله، هر چی که داغ‌تر باشه بخوری کیفش بیشتره. سوغات اردبیله و اگه پشت منم ببینید کلا اینجا اصلا سوغات سرای اردبیله. خب اینجا داشته ترمه رضایی. آره. حالا بخشی که ما نشستیم اینه، ولی حاج ممی خیلی چسبیده. آره حاج ممی لایک بت. توی محوطه روبروی بوقه شیخ صفی‌الدین اردبیلی نشستیم، داریم حلوای سیاه